رفیق همقبیله من، امشب میخوام یک کد خیلی مهم درباره بیداری جمعی بهت بدم. ببین، قرار نیست به بیرون از خودت بری و سعی کنی کسی رو تغییر بدی. افرادی که به بیداری رسیدن از درون تغییر کردن. اونا از تمام اتفاقات و رویدادها آگاهن. در لحظه حال زندگی میکنن، چون لحظه حال بعد جاودانگی. افراد بیدار برای هیچ چیزی نگران نیستن، چون به سطحی از آگاهی رسیدن که تسلیم جهان هستی هستن. کسی نمیتونه برای انسانهایی که به شدت در منفی بافی غرق شدن کاری انجام بده و درون اونها تغییر ایجاد کنه. این اشخاص با خودشون راهشون رو پیدا میکنن. ما قرار نیست کسی رو به چیزی که نیست تبدیل کنیم. کسانی که آگاه شدن اما تغییر نکردن افرادی هستند که به کمک ما نیاز دارن. باید باهاشون درباره واقعیت‌هایی که در حال رخ دادنه و در مورد چیزهایی که در حال تغییره صحبت کنیم. ما داریم به سمت یک جهان کاملا جدید حرکت میکنیم. انسان‌ها در طی زمان با استفاده نادرست از قدرت ذهنشون و استفاده منفی از قدرت‌های ذهنی که دارن باعث نابودی تمدن انسانی خودشون شدن. همین موضوع باعث شد که در هر تناسخ و هر بار که در این لباس و کالبد انسانی متولد میشن، همه چیزو از ابتدا شروع کنیم تا اینکه به زمانی که داریم درش زندگی میکنیم رسیدیم تا یک تمدن کاملا جدید به وجود بیاریم. یک جهان جدید. روح‌های آگاه تناسخ یافته بر روی زمین میدونن که دیگه زمانی باقی نمونده و ما نمیتونیم وقت رو تلف کنیم. این بخشی از رشد قوای درونی ماست. اینو بهش میگن بیداری معنوی. ما خیلی خوششانسیم که در این سالهای ابتدایی عصر آکواریوس به دنیا اومدیم تا به ارتقاء ارتعاش زمین و ساکنینش کمک کنیم. پس به درونت برو. بیدار شو رفیق. بیدار شو و به زمین جدید قدم بزن.